این 64مین نشری برنامه ترانسفر در عمل است که فقط از گزارش‌ها و موضوع گرم اطراف آن میگوید. با کل شما سلام و موضوع امروزه برنامه ما از 92 سری رکورد شکن و دارنده آمارهای نوین فوتبالی شروع گردیده با شاپینگ فوتبالی در لب رین پایان می‌یابد. سخنان سری رونالدو هیچ وقت ارزش گم نمی‌کنند و 10 سال اخیر چون تاپ خبرها برگزاری می‌شوند. این نوبت باشد در خصوص کری را چنین می‌گویند. توتو سپورت باور بر آن دارد که رونالدو در یوونتوس می‌ماند و مخلصان سری آ 2 موسم دیگر دارند تا از سرآفری‌های پرتغالی لذت برند. چطوری نشریه تورینی توتو سپورت می‌نویسد کریستیانو تا حال نیت‌های عملی کنی رکوردهای نو با قهرمانان سری آ را داشته، سر و صدا اوید گزارش احتمالیش به PSG را بلند کردنی نیست. شرطنامه کریستیانو باشد تا سال 2022 مهلت داشته. رونالدو در 30 بازی سری آ 30 گل به ثمر رسانیده است که 12 تاشان از پنالتی میباشند. با چنین نشانداد آماری رونالدو در ردیف چیرو ایموبیله از لاتزیو بهترین نشانزن عالی ترین دیویزیون فوتبالی ایتالیا میباشد. یکی از بهترین فوتبال بازان برزیلی فوتبال روسی بازپس به چمپیونات روسیه می آید. اول اسپورت بران است که زنیت یکی از بهترین بازیگرانش را می آورد و این هم خالک است که در زمستان می تواند همچون فوتبال بازی آزاد به پیتر بیاید. از آمد احتمالی دیوی میدان و یکی از ضربه‌زن‌های دهشت افکن که با ضربه‌هایش دروازه ها را هم چپه می‌کرد کل مخلصان زنیت را حالتی شاک فرا گرفته است. همینطور حمله‌آور شانگهای سیپک ماهی دکامبر فوتبال بازی آزاد شده دیگر بازگشت به چین را در نقشه ندارد. طبق معلومات‌های وال اسپورت نسبت این برزیلی 33 ساله در برابر گالاتاسرای استانبول همچنین سابق باشگاه زنیت هم مراق ظاهر کرده است. علاوه بر این وریانت دیگر ادامه‌دهی کارنامه ورزشی خالک هم وجود دارد. او میتواند بازگشت به وطن کرده در صف پالمیراس بازی نماید. قابل قید است که با زنیت خالک سال 2012 از پورتو برای عوض 40 میلیون یورو گزارش نموده در صف کبود و سفید و آسمانی رنگ ها تا سال 2016 میدانداری کرده بود. بعداً خالک با ارزش ترانسفری 55.8 میلیون یورو به شانگهای سیپک رفته بود. در مسیر 4 موسمی در زنیت بودنش خالک 77 گل در کل مسابقه وارد دروازه حریفان نموده است. این نوبت باشد با امید خلاصی از کوت بارسا این برزیلی را به نیم حمایتگر آرسنال عوض کردنی است. با چنین خبرها باشد فوت مرکاتو روی صحیفه ها برآمد. پس از گوش ندادن به سخنان کلوب زمانی گذشته به بارسلونا اینجا تنها توصیه جز پشیمانی ندارد سود میتوان گفت. اگر چنین ارتباط میان رقیبان فینال 2006 عملی شود برزیلی گزارش تبدیل به پرمیر لیگ انگلیا به دست میآورد و کاتالونیا از بازیگری نالازم خلاص میشوند. موسم سپری شده را کوت در اجاره در باواریا گذرانیده. طبق آوازها کاتالونیا برای این بازیگر باز یک ارتباط دیگری اجاره میگفتند. همچنین فوت مرکاتو خبر میدهد نیلونیرو وریانت بهتری دارند و اینم عوض‌کنی با نیم حمایتگر آرسنال ماتئو گیندوزی میباشد. نیم حمایتگر فرانسوی پس از گزارش از لاریان و آرسنال در سال 2018 پیشتازی خاصه نمود ولی مناسبت‌های خوب را با سرمربی میکل آرتتا دسترس کردن نتوانست. همچنین تیم لندنی نسبت انتظام گندوزی هم سوال دارد. تقدیر بازیگری به انتظام باشد در بارسا نوروشن خواهد بود و مثالی که ما عین حال دمبله را میبینیم. بارسلونا اگر تا حال نمیداند که از کوچ چطور خلاص شود ریال باشد تا حال در خیال آن است که با کدام را مباپه را به مادرید بیارد ولی اینجا هم به مانند پیشتازی در جدول لالیگا بلانکوس نسبت بلاوگراناس خولهای بیشتر دارند و فلورنتینو پرس از ژوزه بارتومئو نیکبین‌تر است. پرس در خصوص مباپه میگوید که وقت وضع معتدل می شود ما بهترین ها را خواهیم خرید. اگر پاندمیا به قول پلان‌های پرس را جزیر نمی‌کرد ما حالا مباپه را با پیران‌های بلانکوس در مادرید می‌دیدیم. پرزیدنت ریال فلورنتینو پرس همزمان از سیاست ترانسفری باشگاهش در میان موسم چنین گفت: ترانسفر مباپه میتواند دیرتر انجام شود. وقتی وضع دیگر می شود ریال بهترین ها را خواهد خرید. این حال وقتی درستی آن نیست که ما ترانسفرهای بزرگی انجام دهیم. ما از بازیگران خواستار شدیم تا با کم شوی معاش راضی شوند و در چنین حال اگر ما بهر بازیگری نو پول مصرف کنیم مشکل است گفتن که آنها شکایت نمی کنند. اقتباس می آورد از قانون پرس استاندارد کو یوکی. مباپه باشد عین حال گران‌ارزش‌ترین بازیگر دنیایی بوده. ترانسمارکت این فرانسوی را 180 میلیون یورو ارزش مانده است.
همزمان بروسی از شهر دورتموند بهره نیم حمایتگری 17 ساله بیرمینگم 25 میلیون یورو پرداخت نموده بازیگری نوش را با سرود گروه آوازه‌دار بیتلز معرفی نمود. با چنین خریداری نوتی میتوان گفت که دورتموندها جمع کننده اساسی استعدادهای اروپا نامیده شده جودی بیلینگم با زنبورها شرطنامه 5 ساله نوشته کرده است. بر این بازیگری با استعداد همچنین منچستر یونایتد با زنبورها دست به گریبان شده بود، اما جودی از روی رفتاری بازیگران چون جیدون سانچو عمل کرد و قرار کرد که عیناً در دورتموند ادامه مسندی ورزشی میکند. یادداشت میکنیم که بیلینگم دستپروری دسته بیرمینگم بوده در صف تیم مذکور باری نخست در سن 16 سالگی به میدان برآمده است. در موسم 19-20 در حساب جود از 40 بازی در چمپیونشیپ 4 گل می باشد. خلاصی گپ همین که دورتموندیا با خریداری استعدادهای نوین سالیانی زیاد اثبات میکنند که چی طور ستارهای نوطول را بزرگ میکنند و پول کارکنی میکنند. از جانب دیگر خریداری درست از چمپیونشیپ هم بعضا ثمرآور است و مثال آنی که MU سال پر دانیل جیمز را از سوانسی گرفته بود. از مهارت و استعداد بلند بیلینگم اگر همگان پیشگویی میکنند، کای هاورتز از مهارت خاصه خیش کایها باز اثبات کرده بود که ارزنده خریدارای بزرگ است و علاکه گزارشی به قول 100% را هم به سمت باشگاه بزرگ صاحب می شود. در این میان اتلتیک میگوید هاورتز بهره گزارش به چلسی با ارزش 80 میلیون یورو نزدیک است و او را در این راه خودی لمپارد باور کنانیده است. معلوم می شود که کوچ کبودها نه تنها قدرتی در موسم نخست با جوانانش و گرفتن عنوان مربی موسم را مقام ارزنده دارد، بلکه در چنین سن سال حتی استعدادهای جوان را هم باور کننده از کف دستهای مقتدر چون ریال و بارسلونا و پاریس و یوونتوس هم چنگ میزند. در مورد هاورتز باشد رهبریت کبودها شرطنامه را محاکمه نموده بازیگری 21 ساله علاکه بهره گزارش به چلسی راضیگی هم داده است. ترانسفر مذکور بهره لندنیا 80 میلیون یورو ارزش پیدا نموده. آفیس بریتانی در انتخاب آن است که نخست 65 میلیون را پرداخت میکند، 15 میلیون دیگر را باشد در شکل لیورپول خواهند گذرانید. هاورتز را حتی احتمالاتی به لیگ قهرمانها راحت نگرفتن چلسی نیز خواطر نمیسازد، چون این قراری کای پس از صحبت با فرانک لمپارد به میان آمده است. بودجه چلسی باشد پس از انجام ترانسفر بازیگر بایر با فروش چند از بازیگران به اعتدال آورده می شود. به هر حال هاورتز گرانترین خریداری چلسی در تاریخ این باشگاه می گردد. باید گفت که تا حال چلسی حکیم زیش را از آیاکس با نرخ 40 میلیون یورو و تیمو ورنر را با ارزش 53 میلیون یورو خریداری نموده است. خلاص همین که تا پول یافتن رئال و بارسلونا و لیورپول با MU، چلسی کلی بازیگران عین حال شهرتی‌ها را به لندن میبرد. در خصوص کامیابی میلان که در برنامه پیشین گفتیم، باز علاوه میکنیم که روسانوری‌ها از پیروزی نوبتی خویش در سری آ استقبال گرفتند و علاکه از نوسازی میلان با دستان رنگنیک و نقشه‌های پیولی چون این طور تصویر شدند. بازیگری دستان ویلیاریال را که سال 2018 من فوتبال نموده بودند، باز 2 سال دیگر در اسپانیا درخشید و چند روز پیش راه سوی جهان عرب را پیش گرفت. تیم قطری الساد تحت رهبری خاوی اظهار نمود که با نیم حمایتگر ویلیاریال سانتی کاسورلا در خصوص ترانسفر به موافقه رسیده است. ما با کاسورلا در خصوص قرارداد به سازش آمدیم، به نزدیکی او به دوحه آمده به تیم ما میپیوندد. خوش آمدی به الساد گفته می شود در پیامک رسمی باشگاه قطری. پیشتر باشد ویلیاریال از رفتن کاسورلا 35 ساله اعلان نموده. سانتی در موسم انجام شده لالیگا 35 بازی گذرانده و 11 گل و 10 پاس گل‌آور در آمار دارد. تیم دیگر اسپانی از اندلوسیا باشد بازیگر میلان سوسو را با ارزش 21 میلیون یورو خریداری نمود و این بازیگر 26 ساله با تیم اسپانی قرارداد 5 ساله امضا کرد. طبق اطلاع مارکا باشگاه از اندلوسیا خریداری حتمی بازیگر را انجام داد پس از آنی که سویلیا راحت اشتراک در لیگ قهرمانها را صاحب شد. در 19 بازی با سویلیا سوسو 1 گل و 1 پاس گل‌آور در آمار دارد. بروسی دورتموند اگر که استعداد نوینی از دیویزیون پایانی فوتبال انگل را به تیم آورد، بروسی منچنگلادباخ باشد ولف را از خود اربی لیپزیگ با حق خریداری به اجاره آورد. همین طور
نیمه‌نگار 21 ساله استریایی موسم 2021 را به طور اجاره در بروسیا مönchengladbach خواهد گذرانید. قابل قید است که پیشتر هانس ولف با مربی بروسیا مارک روز در ردبول زالتسبورگ همکاری نموده در موسم 19-20 در 5 بازی بوندسلیگا به حساب میانه 11 دقیقه در میدان گذرانیده است و هیچ عملی نتیجه بخش را هم ندارد. در دو موسم پیشینش در آستریا باشد هانس ولف 8 گلی زده است. در پایان برنامه علاوه کردنیم که سکای دویچلند از گزارش احتمالی ماریو گیوتسه به سویلیا می نویسد و نشریه آلمانی بیلد باشد از آوازه ها در خصوص گزارش مسعود اوزیل با فنربخچه قلم تیز کرده است. ما باشد چیز نوشتگی دیگری هم نداریم و تنها خواهان سلامتی بر دوامتان هستیم. شاد و موفق باشید.